سلام، خوش اومدین این ویدیو. امروز به درخواست یکی از دوستان میخوام یادتونم چجوری همچین چیزایی بکشین. برای کشتن همچین چیزایی به چند مدل مداد نیاز داریم که الان بهتون میگم که در از 3 مدل مدادن، یا میتونین جای مداد HP از اتود استفاده کنین که من همین کار میکنم که خطم نازک باشه. این اتود من 3/10، یا اینکه گفتم میتونین جاش HP استفاده کنین که مداد عادیه. بعد از مداد HP مداد H هن که سرشون سخت‌تره ولی رنگشون کمتره، که اینم یه نمونهش که الان دستم میبینین که من H2 استفاده میکنم. اگه فوکوس بکنید دوربینم، خب این مداد H2 من که جلوتر کاربردش هم بهتون میگم، و حالا مدادهای B هم هستن که الان نشونتون میدم. که اینی که الان دست من B2 برای جایی که مثلا مثل مه و چیزای کم که الان نشونتون میدم، رد هواپیما، رد دود و اینا استفاده میکنم که رنگش کمتره. این یکی هم مداد B6 برای سایه زدن کل بدن مملش استفاده میکنم، و این یکی هم B12 که هر چقدر این عددش میره بالاتر توی B، سریع مدادتون معمولا نرمتر میشه و رنگ بیشتری هم بهتون میده و پررنگتر میشه. و مثلا B2 رنگ خیلی کمی ده ولی B12 بیشترین رنگو داره، که برای اینکه یاد بگیرین هم میتونین همچین جدولایی درست کنین که باهاشون سایه بزنین تا از کمترین سایه به بیشترین سایه تا دستتون یاد بگیره. یا این یکی هم که نشونتون میدم، همچین دایره رو میتونین با مداد بکشین تا دستتون یاد بگیره و تمرین کنین در اصل که با مداد چجوری باید کار کنین و کم کم سایه بزنین. خب حالا من دارم اینو میکشم. حالا قبل اینکه کاملش بکنم میخوام اینو عکسم بهتون نشون بدم. خب عکس هست، اینه کاربرد مداد H2 برای اینکه شما خطوط اصلی رو که میخواین بکشین مشخص کنین، حجم کارتون کلا مشخص کنین و بعدش بیاین سراغ اتود که الان من توی ویدیو دارم با اتود پررنگش میکنم دست خط اصلی رو. و اگه مداد H2 نداشته باشم مجبور میشم هی خطامو پاک کنم و کارم کثیف بشه. کاربرد مداد H2 اینه که اسکچ اولیه کارو باهاش بزنین تا همه چیز مشخص باشه. هر چقدر میخواین زاویه ها عوض کنین، چیزی رو میخواین اصلاح کنین تا دیگه نیازی به عوض کردن نباشه آخر کار. توی ویدیو هم داریم میبینین که دارم با اتود پررنگش میکنم و برای خط کشیدن میتونین همچین کاری بکنین که خطتون صاف یا اون حالت نیم دایره در بیاد، نیم شمچه. با خط کش بکشین، باید دستتون عادت داشته تا چجوری بکشین. که همونجوری که دیدین تو هم مداد بگیرم از وسطش، با مچ دستم تکونش دادم تا حالت نیم دایره یا اون خط صاف رو بتونم درش بیارم، یا تا برای این دستم راحت‌تر شدم کل تخت شاسی رو بچرخونم. یا اصلا همونجوری که می‌بینین به این صورت مداد رو میگیرین و خط کوچیک کوچیک میکشین تا خط صاف به دست بیارین. اگه جایی زدین بیرون میتونین پاکش کنین که حالا پاک کنه اتودی لازم داره که اون وصله‌اش آخر ویدیو بهتون میگم. حالا مثلا فرضاً اینجا زدم بیرون یا میخوام تمیزش کنم، این پاک کنه اتودی منه. اینم عجیبه ولی میارمش و اون یه تیکه باش پاک میکنم چون نوکش کوچیکه، راحت میشه پاک کرد باش. حالا جدا از این کارا شما باید بتونین مقیاس رو درست در بیارین، همه زاویه درست که میتونین همچین کار کنین. مثلا سر این بال با اون بال نسبت به عکس که ازش میکشین اندازه بگیرین، زاویه رو با مداد یا خطکش اندازه بگیرین تا همه چیز تو اون زاویه باید باشه. که من اول کارم تو ویدیو نیفتاد، یه خط صاف کشیدم که زاویه هواپیما معلوم میکرد که وقتی میخواستم برای خط بکشم از روی هم خط بکشم. این مدلی که من انتخاب کردم یکم جزئیاتش زیاده، دارم حالا پنل به پنل پیچ به پیچ میکشمش که اینم کاربرد پاک کنه اتودی. مثلا یه پیچ کوچیک میخوام پاک کنم راحت باش پاک میکنم. حالا یکم خط بغلش هم پاک شد، حالا یکم بد شد دوباره بعد بکشمش. درس یاد گرفتن بیشتر از وسیله تمرین نیاز داره که تمرین کنین و یاد بگیرین دیگه. چیز خاصی نداره، بیشتر هم تمرین کردن که زمان میبره. برای اینکه زاویه‌تون هم درست سر بیاد میتونین همونجوری که دارین میبینین با عکس مرجعتون مقایسه کنین. چون الان میبینین که با مداد میذارم اندازه میگیرم که با این زاویه باید کج باشه و همه چی درست سر میاد. برای اینکه کارمون قشنگ بشه باید فرمم نشون بدیم حالت نیم دایره که دو تا راه، یه راهش اینه یه همچین خطی ما میکشیم که هم حالت نیم دایره بودن کار ما نشون میده، هم بعداً وقت سایه بزنیم میتونیم جوری انجامش بدیم که قشنگ حس اون دایره بودن یا استوانه بودنش نشون بده. اینجا هم دوباره همین قضیه است. من نمیبرم نوشتار مثلا تخت بنویسم، با زاویه بدنه نوشتم که اون قوس بدنه نوشتار قوس بدنه هم داره.
همونجور که می‌بینیم بقیه خطای دماغ همون حالت قرصی که داره نشون میده. که حالا فعلا تا اینجا کار من اینه که قبلش اینجوری بود که یه خطم اگه ببینین کشیدم که در راستای بدنه است و حتی داخل کاکپیت هواپیما هم کشیدم من، با اینکه حالا قرار بیشترش رفلکس نور بیفته و پاک بشه، ولی برای اینکه حالا اون قسمتش پاک نمیشه جزئیات داشته باشه. خب الان کار من تمامه، میرم سراغ قلمو سایه زدنش. مداد B6 پاک کنه اتودی و قلمو سرتق سایز 4 یا محو کن استفاده میکنم که دود موشکم کشیدم که باید چه حالتی داشته باشه که هر چقدر میره عقب پهن‌تر میشه و اینم جزئیات کاره که همچین جزئیات داره و سرش خیلی حقیقتا وقت گذاشتم. حالا دیگه باید روی همه اینا سایه بشینه. پنیدا خودم میندم قرار کم زیر سایه محو بشه که ذهن خودم همین بوده که حالا من با قلم و سایه میزنم، شما میتونین با محو کن انجامش بدین. قلم و محو کن یه چی که استفاده میکنین نباید خیلی فشارش بدین. مداد گرافیتی B6 که حالا این شمارش پاک شده من استفاده میکنم برای بدنش، چون هم رنگ کم میتونم باش در بیارم هم رنگ زیادی حد وسطی داره بین 2B تا B12 برای من که از بالا پایین من سایه میزنم، از نوک بال بالا به پایین سایه میزنم. یه کاغذم میذارم زیر دستم تا دستم کثیف نشه، چون گرافیت مداد خیلی پخش میشه. آروم آروم باید سایه بزنید، شده لایه به لایه روی هم. هایلایتر با پاک کنه تا یه خط سری میندازین تا اون رفلکس نوری که بدن فلزی هواپیما داره نشون داده بشه. یه چیز مهمی هم هست، شما میتونید به زاویه مختلف روی هم سایه بزنید، چون وقت سایه هم میزنید دست یه بخشی بین کار قشنگ اون رنگ که باید رو نمیگیره که شما میتونید با محو کن اون بخشای سفیدم هم رنگ کنید و با زاویه مختلف سایه زدم همون کار براتون انجام میده. که الان میبینید از بال بالا شروع کردم کم کم سایه رو دارم میزنم. این سمت راست با پاک کنه تا رفلکس نور رو انداختم چون جایی که نور بهش میخوره. مداد کم فشار دارم، سایه رو زدم و حالا دارم با قلمم اون قسمتی که سایه هم کمتر میشه به اون قسمت با قلمم ضربه کوچیک و آروم میزنم تا گرافیت من به سمت همون طرف پخش بشه و اول اصلا من قسمت های تیره تر من باید مشخص کنم، مثل اون جایی که الان حالت چریکی داره اول میکشم و برای سایه زدن همیشه از بغل مدادتون استفاده کنید، از پهلوش. سایه زدن همیشه قرار نیست یه جور باشه، به جنس متریالی که دارین روش سایه میزنین که این قسمت من سایه زدم و همونجوری که میبینیم با خط و سایه من اون قسمتی که مثلا دایری هست رو نشون دادم که الان پایینش مثلا مشکیه چون خیلی کم نور میخوره، بالاش حالا رنگ روشن‌تری داره و بینش با پاک‌کن تودی هایلایت زدم که رفلکس نور به حساب میاد و هم تو خطایی که کشیدم اون حالت نیم دایره دارن حس اینو منتقل میکنن یه سری دایره ماننده. برای این قسمتم با پاک‌کن خمیری هر از گاهی بین پنل‌ها یکم پاک میکنم، دوباره با قلم روشون سایه میزنم تا اون حالتی که بیرون پنل‌ها بخشی که برام چسبن تیره تر منتقل بشه تا حس واقعی تری داشته باشه کارم. اینم بگم موقع هایلایت زدن وقت با پاک کنید و انجامش میدین حتما سر پاک کنیدتون رو با تیغ ببرین تا تمیز باشه. پس سوز موتورم با اون زاویه‌ای که قرار باشه مشخص کردم. دود موشکم همونجوری که میبینید بیشتر کشیدم که قرار کجاشه و دود گفتم با B2 من میکشم که فعلا جاش فقط مشخص کردم. من همه این قسمت ها از تیره ترین قسمت تا روشن ترین قسمت رو با B6 زدم و حالا فعلا B2 برای دود موشک. B12 فقط برای سری موتور استفاده کردم که قرار خیلی تیره بشه، فقط برای همین سر موتور استفاده کردم. کاکپیت رو رنگش رو زدم کم کم با محو کن پاکش میکنم و همونجوری که میبینید یکم میزنم رنگ و هر چقدر میاد پایین تر محوتر و کم رنگ تر میشه، دوباره با محو کن محوش میکنم تا به خورد کاغذ بره و اون پاک بشه یکم. بعدش با پاک کنم هایلایتر میزنم همونجوری که میبینین که شبیه رفلکس نور میشه نتیجه. همونجوری گفتم قلمو به سمتی که قراره مثلا اون رنگتون محوتر و کم رنگ تر بشه باید ضربه بزنین که نتونستم خیلی خوب براتون ویدیو بگیرم. بالا و پایینشو با B12 کشیدم، وسطش هم سفید گذاشتم تا اون رفلکس نور بهتر بشینه روش، چون با پاک کنم میخوام پاک کنم اگه همه جاش تیره کنم یکم کثیف میشه. سعی کنین همینجا کار تیره نکنین. همونجوری که می‌بینیم پایینش مونده قراره با پاک کنه تا رفلکس نور بندازم روش.
خطامو حالا با پاک یه خط صاف میکشم که جهتش رو مشخص میکنه و بعد حالت زیگزاگی از بالا پایین یکم بیرون میزنم تا واقعی تر به نظر بیاد. خب کارم تقریبا تمام شد، فقط مونده دود موشک رو بکشم، یکم بک‌گراند رو اوکی کنم تا انقدر یه دست نباشه. و برای بخشای بزرگ الان کل کارم از دستمال کاغذی استفاده میکنم که اصلا نباید فشارش بدین چون کاغذ رو مچاله میکنه و نتیجهش هم میشه همچین چیزی که کارتون رو براتون محو میکنه. با پاکن خمیر ابرا میکشم که اون حس سرعت و پرواز کردن برسون. اینم نتیجه کارم تمام شد. حالا وصلایی که استفاده میکنم میخوام بگم محو کن 50,000 تومان، پاکن خمیر 40,000 تومان. اینم که پاکن خودم درست کردم. اتود 200,000 تومان، اول 3 دمه بر من. قلم سرتخت سایز 490 تومان. مداد H2 قیمتش هم 30 و خورده. مداد B6 B2 و B12 هر کدوم 30 تا 40,000 تومان من خریدم. حالا مارک خاصی هم نیست که باش میشه همچین چیزایی دارد که مجموعش شاید 500 تومان هم نشه، که البته وسیله که بیشتر از این نقاشی شما میتونید ازشون استفاده کنید. مثلا میتونید 10 تا نقاشی باشون بکشین، شاید بعد مدادتون تموم بشه که همچین چیزی میشه دیگه. نتیجهش دارین میبینین. و خب فکر کنم دیگه چیزی لازم نباشه که بگم، بیشتر هم باید تمرین کنین و یه سری وسیله واقعا لازم دارین چون با مداد عادی نمیشه کشید. و همونجوری که میبینیم من دارم اداشتر میام، بارها زاویه‌اش اندازه گرفتم که همه چیز توی زاویه باشه که دارین میبینین قسمت‌های مختلف توی زاویه است که کار واقعی میشه. و این کار باید شما انجام بدین حتما که بازم قبلتر بهتون گفته بودم. مدادی که خودم دوست داشتم H2 چون این نبود نمیشد بیس کار کشید و همچین چیزی بشه که کاربرد تایم مدادی که حداقل من استفاده میکنم و نتیجه کارم میشه این باشه. درباره زمانش هم بگم کشتن همچین چیزایی معمولا برای من 3 روز طول میکشه که یه 2-3 روزم خسته میشم. یه هفته میشه در صورت، چون یه 2-3 روز استراحت، 2 تا 3 روز همچین کاری و بخوام ساعت بگم 14-15 ساعت وقت میذارم. و اینجوری نیست که مثلا یه روز مثلا 1 ساعت وقت بذارم فرداش 2 ساعت و بگم 2 روز تمام شد. نه، روزی مثلا 7 ساعت یا 5 ساعت من سر این شاید وقت بذارم تا تو 3 روز تازه تمام بشه کارم. تو اون 2-3 ساعت معمولا میرم بیرون، از دختر خوشم میاد، باش حرف میزنم و میگه نه، میام خونه بیکار میشینم، میرم بیرون برم نیدم، دوباره یه چیز دیگه میکشم. نتیجه‌اش هم میشه بعدش یه سال هفته یک میکشم که وسط ویدیو دیدین. بعدش هم F4 فانتوم که الان جلومه فقط اسکچ هم. خلاصه با همین سر خودم گرم میکنم. یه هفته هرکم در ساعت طول میکشه که برای همچین چیزایی بخوایم بکشیم باید حوصله داشته باشین و وقت، که حالا به غیر از اون این حالا روی آسه هستش، برای ابرش کم بزرگتر شما میتونید توی آچار بکشین و ابر کوچیک‌تر ازش در بیارین تا سریعتر باشه براتون. خواستم اینم قبل اینکه ویدیو تموم کنم یادآوری کنم که حتما با کاتر یا تیغ پاکن سرشون رو تیز کنین تا هایلایت که میزنین تمیزتر در ببینم. F4 که گفتم. در کل امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه، به کارتون بیاد و اگه دوست داشتین لایکش کنین و برام کامنت بذارین. خداحافظ.